5 فروردین ماه 1384 تیم ایران در مقدماتی جام جهانی 2006 آلمان به مساوی تیم ژاپن رفت مهدوی کیا. از شرایط تیم ملی در اون زمان بگین، قبل از بازی، از حال و هوای بچهای تیم ملی. این یکی از واقعا شیرین ترین بردایی بود که من با تیم ملی به دست آوردم و من فکر کنم مردم اونم اصلا چون این بازی تو ایام عید بود خیلی خوشحال شدن از این بردی که ما آوردیم. تیم خیلی منسجمی داشتیم. آقای برانکو به یه ارنجی دست پیدا کرده بود که ما بیشتر بازی‌ها رو با یه ارنج ثابت بازی می‌کردیم و خیلی با هم تقریبا بچه‌ها اون فوتبالی که باید بازی می‌کردیم، یعنی خیلی با هم جور شده بودن، خیلی فوتبال خوبی بازی می‌کردیم که ما بازی اول تو بحرین 0-0 کرده بودیم. انتقادات خیلی زیاد بود از تیم که ما چرا نتونستیم در بحرین تیمو شکست بدیم. بعد ما رسیدیم بازی دوم و در استادیوم آزادی بیش از 100,000 جمعیت و یه اتفاق جالبی که افتاد و من خیلی ازش خوشحالم و همیشه به نیکی ازش یاد میکنم. برای اولین بار وقتی که ما گل مساوی رو از ژاپن دریافت کردیم 100,000 نفر تیمو تشویق کردن، حمایت کردن تا ما گل دوم زدیم. خاطره خیلی خوبی بود، خیلی شیرین بود اینکه ما تونستیم حریف اصلیمون و رقیب اصلیمون رو تو گروه در تهران شکست بدیم و بعد از اون رفتیم کره شمالی رو شکست بدیم. یکی از راحت ترین جام جهانیایی بود که به نظر من تیم ملی ایران رفته بود. در یه هفته مونده به پایان مسابقات ما صعودمون رو قطعی کردیم. کلا من خیلی لذت می‌بردم از بازی کردن در اون تیم ملی. گروهمون هم آسون نبود، حالا خیلی مثلا آسون بود و اینا. به نظر من گروه آسونی نبود که بودن خود بحرین که همیشه از اون تیم‌ها بود که مقابل ما خیلی با انگیزه بود. کره شمالی با اون زمین چمن مصنوعیشون شرایط خیلی سخت بود و بعد از اونم ژاپن که واقعا در سطح اول فوتبال آسیاست. گروه راحتی نبود ولی ما واقعا با برنامه کار کردیم. هر سه بازی خونگیم رو بردیم و یه بازی خارج از خونه برد مقابل کره شمالی و یه مساوی و ما یه هفته مونده بود بازی تموم شه به راحتی صعود کردیم جام جهانی. بازی با ژاپن چه خاطری دارین؟ حالا 5 عید هم بود و نیمه اول ما یه گل توسط وحید هاشمیان زدیم و بعد گل مساوی خوردیم و بعد نیمه دوم روی ارسال علی کریمی وحید هاشمیان گل دوم زد. چه خاطری داری از اون بازی حالا در رختکن؟ عرض کردم بهترین خاطرش همون در جریان بازی بود وقتی ما از ژاپن جلو بودیم و بعد گل مساوی رو دریافت کردیم. یعنی برای اولین بار من همین چیزی رو می‌دیدم که ما دیدیم کل استادیوم بعد از اینکه ما گل رو دریافت کردیم انقدر تیم خوب تشویق کردن، حمایت کردن که ما تونستیم نتیجه رو 2-1 کنیم. بازی خوبی هم انجام دادیم. وحید هاشمیان دو تا گل استثنایی زد که از اون روزایی بود که تیم ما هم خیلی خوب فوتبال بازی کرد، مردم هم حمایت کردن. در کل تو ایام عید یه همچین بردی واقعا خیلی شیرین بود. و البته یه خاطر بعدم چند تا هموطنانمون جانشون دست دادن. بله متاسفانه ما بعداً اطلاع پیدا کردیم که به خاطر ازدحام جمعیت و عدم برنامه‌ریزی و یه سری مشکلاتی که تو ورزشگاه بود یه سری از هموطنامون جون خودشون از دست دادن. جا داره که حالا ما قبلا هم تسلیت گفته بودیم ولی بازم به خانواده این عزیزان تسلیت میگیم. امیدواریم که ما ورزشگاه استاندارد داشته باشیم، شرایط داشته باشیم که این اتفاقات دیگه نیفته. و به عنوان صحبت پایانی اگه تبریکی برای نوروز داریم برای مردم؟ فرارسیدن سال جدید رو تبریک عرض می‌کنم خدمت تمام هموطنانم. امیدوارم که هر جا هستید سال خیلی خوبی داشته باشید در کنار خانواده‌هاتون و همیشه من یه آرزو می‌کنم برای خودم، خانواده‌ام، اطرافیانم و برای همه مردم، اونم سلامتی. امیدوارم همیشه سلامت باشید. و آرزوی ورزشی مهدی مهدوی که در سال 92؟ من امیدوارم که تیم پرسپولیس بتونه قهرمان جام حذفی بشه و انشالله من تو اون بازی چند دقیقه بازی کنم و انشالله از فوتبال خداحافظی کنم. این سال 92 قطعاً برای مهدی مهدوی که از نظر فوتبالی تموم شده است. ما از همین الان تموم شده است ولی من امیدوارم تیم ما راه پیدا کنه و جام حذفی من بتونم اونجا خداحافظی کنم.